کدومی که بلیت ارزان در کره مرحمت با اپای شهنازه زنگ زنید. بسیار کمپانی باورناک است. زیاده از 10 سال می شود که در خدمت مردم مهاجر است. با نرخ ارزان در 5 دقیقه بلیت گرفته می دهد. با تمام دنیا بلیت هست. مرحمت به همین رقم های واتساپ مراجعت کنید. کامل جان میگم همین هفته اخیر این خنکی اومد، این تومان، این خنکی، این برف باور کن یا همین خنکی رو یخچالک میبنده. عجایب گام میزنی. کامل جان با در خنکی آدم تست گشنه میمونه. البته تست گشنه خیلی فصل شد. میزنم برف میزنه همین خیلی چیکار کنیم دیگه. کامل جان میگم که چی؟ همجی هم اینو بستی؟ چینجا؟ هم پویند چه کن نو خونه من میرم یا نونی گرم میارم، نونی گرم میخریم گرم میشه. بیای عجایب گام میزنی سعید جان. حالی خونه ما میریم یانگه تا میگیم یا نونی گرم دارم دیگدون اکو چاکدون. آنم دم میپازم میخریم آن راحت نونی چاکدونی را ببین با ما بگو چه خیال بده. رفتیم ها. با نون میپزم. با چه خیال میپازه؟ رفتیم. رفتیم خیلی باشه. ای تخار آمدم، ای تخار آمدم، کلاب میرم جانم، کتیار آمدم، بیار میرم جانم، کتیار آمدم، کتیار آمدم، دستا بگرد لالا، بجنجور آمدم، بیمار میرم لالا. لا 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 چو سراسی من رفتیسی میرم اینجا میرم پیشینی میکی میرم یک پچه پرتو من مهمون آوردم خونم مهمون اینا سعدی جان آوردم ها در مرحمت سعدی جان مرحمت خوش اومدید خوش اومدید مرحمت حالا که گوش که من زنک در رفته خمیر میکنی یه خاک ورده که خمیر میکنیم یعنی اونی گرم میپزی ما سعدی جان خیلی میخریم اکر یک کدم در بیرون بالاتر میشه بالاتر خمیر که میگم زنک جان یعنی اونی گرم بپز کلی سعدی بخریم مخی یک کدم بیرون در گوش که مردک ایزانا میکشی در خونه یک گرد آر نیسته یا تو مرا میگی که خمیر کنونی گرم پس ما بخرم در خونه آر نیست؟ نه خیلی آر که نباشه فطیر بپز یک کار کده سی زنه مردک هم بالای بام دبر اومد من گندم را شوته بودم افتاب کدم بهترین کده این امروز با افتابی خوشلو کده انا میبینی که تو بگه با خوشید بواردو من یک کار دورم رفتیستم سادی شده سادی هم بیرده بازی داره مردک نگاه که خوشلو خونه را نگاه که کودک نگاه مایل خوب مایل مردک روی سفید مایل سادی 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 جان اینجا بیا بچم چی کار کسی بیدم مکتب آمدم بریم رامدم بازی دارم مکتب آمدی؟ سوز کردی بچم اینجا بیا متده یک کارم بکنم کم کنم اینجا بیا بچم گوش که مرا نه بای انا اینا بالای بام دا اوچت گندم شوشته افتاب کده تو نگاه که بچم انا تو اومده من نگاه که تو خوخیدن شکی یگون پرنده یگون ماینه گندش همین موسی چو همین گنده من نخرم فهمیدی مایل خب ما تو اومدن یا سامان تیما تو نگاه که بچم نگاه که همین موسی چو گندش که خمبریو همین موسی چو نخرن گنده ما بیام دستمت میتم وو دستمانت میتم بچم یا سامان اگر روتون بگیرم یا سامان دیگه فچینی حرفا مایل نگاه که یادم کوچه تا نگاه که بچم مایل دو سامان اورا دو سامان سادی سادی ما چی گفتم این بچه را این در کجا میگرده سادی سادی این هم مرا خود این هم مرا پرنده خود یعنی سادی سادی نباید تا آمدی بچه ما ترا چی گفتم رفتن در گفتم که نگاه که گنده من نخرم موسی چو پرنده گندش کم اینو این هم مرا خود یعنی کو عجایب گم ازنی ده تا اما زین پای رو گرفتگیم چون جخوا ای کجا میبروین بخرم
من همین رئیس حیران میشم. او من ندیده بودم که همین دوما وقتی کندنده با دست بکنن جوش تیار کنن و با کرم میکنن یا تکنیکا میارن یا جوش هوار میکنن با دوما میخیزونن. چند اتاجه که مخلوط با مستحکم کشید با دوما میخیزونی. این خیلی کارت من نودیدستم بو. بچه و تو عهدی چخرگی اهنه میروی 2 سال شد که همین کاتلمان کندسی. اوی رای جان خدم توخه همین قد کار میکنم زور ما میخوام میرسه. ها بچه ما 2 سال باید دومو باد داریم. ما وعده دادیم که سرو که ما 2 سال تو همین کنده برو وعده بود نکنی تو. وعده داده رئیس شما که من آدم میارم کلیتون کار میکنه. کدام بود رئیس جان؟ به عقل ایجوری ابک بیسور بدن آدم نمیرسه. برای همو هر یه ابک ده یه آدمی موندم. گوش که تو خوب طورش بره همون قطعی هم پاریز ابکتی بولوگی ده فتحات ده تقطی هم یردم که فهمو رئیس. من شما را فهمیدم. من پیش او بچه برم فساد زیسته من خیلی یارا نمیبارم اگر فساد کی باشه اونجا میرم میوردم. کس که یکی باید دومو مسپریم ها. بله تست توی کاتلمان دیمون تو میشه که کریپیچو میپوسم. میره خوب طورش دیگه ابک بولان نکن. رولی من برم هم بچه رو گوزرم تیز بیام بگیرم ببرن که تو این دوم تیار میشه که در موی سری من یگان موی سریسیونو میمونه. خاک امور خیلی کردن امور کندن امور سوسر بکنه. السلام علیکم. رئیس چخیر؟ زحمت شما نده شگر همین یک هفته جت اومده رفتید که شما رو نمیومد رئیس بابا. تینجه خیلی مبلغ گرفتین دیگه خونه نگفتین 2 سال بود میشه 2 سال اومده نشسته تایو چیکار کنیم؟ خونه شما چند متر بود حسین جان؟ آخه رئیس جان خونه ما 6 متر بود. 6 متر؟ بله خونه ما کجا شده که؟ خونه شما یگان جانشی ده. خونه شما همیجه ده. با فکرم حسین جان الان 6 مترش الان میشه. تیار شما. این همین بنازی خدا خواهد پدوشکشو میرزیم بیتوش میرزیم سر میکنیم. همین پدوال سر میکنیم ایشان در بود میشن. زیان نشه حسین جان. خودت نداری که ما 20 ابک دارم 20 ابک هر روز هر یاتی بره. رئیس جان رئیس پرویز غلطید ای بولو. ای 11 متر غلطید پرویز. او چخیلی غلطید آخه. این همین بنده در پشت بس گفت که کشول میکنم خما فساد میزنم. ای همونجا غلطید این بند درازی بعد بده. رفت در تا زد با بند اینم قدر دیگه زیوتی کرد. اینم خیلی چی دیگه گپ نمیزنم با فکرم که تمام. با چخیلی چی؟ انا بابا چو واردس یان شوخی واردس یان واردس بوشاش چی؟ گوش کنید همه کس میرین زنش میفهمونید که هم خیلی واقعا روی داد. همین کار شید. رئیس جان ما بودن نمیتونیم را که التماس این گپا ما گفتن نمیتونم رئیس جان که شما با رئیس با بالای ما کلانین همین گپا نمیشه رئیس جان شما ختم برین گپ زنین که خشی بچه‌ها رو بگو همه کس میرین. خب رفتیم یانگا السلام علیکم. السلام علیکم. ناز رئیس جان شما چخه ناساز بیم بشنه رئیس. نمیریم رحمت. شوهرتون خونه ده؟ نه رئیس جان همی سر کار برو اومده بود ناومده تو ازیره. فهمو. تینجه رئیس؟ تینجه گفتم که همین مبلغی که گفتم که همین هر ماه که من اولیکش میدادم 10,000 سومونی خونه میومد. چند هزار؟ 10,000؟ 10,000 سومونی هر ماه میدادم شو میگم که خونه میومد. نه خونه درآوردگی نیسته هر ماه 500 سومونی میدرآورد خونه. دیدی رئیس میگم که یکم راهی بد رفته همین. روزی یکم راهی بد رفته که یا که دختربازی میکرده میگشته. رئیس جان به فکرم شما رو هم راست میگین. 10,000 که شما او را بتین 500 خونه بدراره گپی شما رو هم راست رئیس. ولی ما او را مردش خونه میدرارم. چی؟ مردش خونه میدرارم ولی او را. مردش؟ ها. گوش کجورا؟ برای بچه ها رو بگو مردشو بدرارم.